اعمال نشته میشه. در یه روز میدانش ممکن 20 جوره تو کتی صدها آدم ها کتی ها میخرید ثواب رفتن میگیره خلافت انشاءالله. نامه اعمال تو ذخیره زیاد چی در میگیره. اینا افشا که نده همه روسا را بیه ایش منزل زراسی تی میگه همه مسلمان نه باید میدن نه سلامش بده. اینا از ماست. این تعلیم محمدی است. انا یک سنت زنده کن خدا خواهد پاک جنت بده، پاک شفاعت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله. خواهی که شفاعت کرد. یکی دیگرش چی بود انشاءالله؟ من خرج الی المسجد ضامن الله. کسی که به مسجد میآید و برای آبادی مسجد خدا خواهد انشاءالله میان ببندد، ضامنش خدا میگیرد. ضامن است که کفیلشه. خدا عمرت نبرکه میتید، رزق نبرکه میتید. خدا انشاءالله خاندان نبرکه میتید. از جای مگر ما روز خوش میتیم که گمان نکره. با میکنیم خونه خدا نه خدمت کن انشاءالله کم نمیشه. چون خونه کی است؟ الله است. من انشاءالله خدا خواهد حضرت پیغمبر چی گفتند؟ ابو هریره روایت کرده که حدیث خدا خواهد امام مسلم است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احب البلاد الى الله مساجدها و ابغض البلاد الى الله اسواقها. گفتن بهترین گفتن خدا خواهد گوشه پارچه زمین در دنیا چی است؟ مسجد ها است. بدترینش گفتن چی است؟ بازار ها است. بدترین موضع، چون که در اونجا همه گناه است. این فریبگری، تراز زنی، این دروغ، قسم، بلا بدتر همش در اونجا که در این خانه خدا چی؟ الله های سودا چی میکنیم؟ از آخرت میکنیم انشاءالله. حرمت المسجدی که حرمت الامی گفت پیغمبر. حرمت کردن مسجد مثل حرمت کردن مادر است. مادر تا چیه حرمت بکنیم میتاسی آقل نکنه اگر عبادتات بیکار نشود دوزخ ندارای. خونه مسجدم چی حرمتش؟ مثل مادر است. این حرمت چه بجا میاری انشاءالله. این خدمت چه بجا میاری. طاعت عبادت چه بجا میاری خدا خواهد انشاءالله. اینجا فقط عبادت که نگه به دنیا نزنه. ولی بسیاری جهان چی است؟ مسجد ها بازارش دیگه است. دولت به تشخیص کاوشه تعریف میکند خرشه این مسجد برای بیناش نگی نیست. حتی پیغمبر میگه اگر یک آدم خیزه در مسجد با که من $100,000 ما گم کردم، مردم که یافتاشه بتید دعا کنه که خداوند بر نگردوند. ای همون $100,000 محرومت کنه که این برای دولت اعلام نیست. اینجا برای چیه؟ بنیان العباده. حضرت امام مسلم که برای عبادت فی تلاوت القرآن، برای تلاوت قرآن، برای ذکر این بیناشتگیه، برای رکلام نیست. این وقتم شده از عزیزان من الله فرصتیت بیشتره که با شما علاقه بند نشین. روزایی که کار میکنین ما از دست میچینه میاد لیکن سخنی خدا پیغمبر انشاءالله رسوندن با شما حرکت میکنین خدا خواهد در دورهای کاریتونم. لیکن اکنون خدا خواهد انشاءالله الله امروز فرصت داده است این وقت غنیمت اکن کمری همت بندی خدا خواهد انشاءالله بودم کودری را یک سومم که خدا خواهد به جا نمیرادیم. حتی روز قیامت الله محکمه سودیش نه وقتی که انسان از قبر میخیستش از 4 چیز میپرسش. یک مالی قدم تا نمونده از 4 چیز جواب میده. یکم از مالی که بیما افنا مال دادم تمی خدا گجاند سرش کردی دیسکتیک نمی عرق نمی توی نمی فساد نمی گجاند سرش کردی جواب میدادی. خیزی گو که الله جا من در دنیا مسجد ساختم $100,000 دادی خدا خواهد $10,000 شب بردم برای خودت دادمش قند ازم بندم مکافاتش در اینجا می خدا خواهد جنت میره بندم. شما خیال نکنه که حیات میبره. نه الله ایکو هیچ وقت حیات نمیبره چیزا را همش من ضبط شده دسته. نال هر کمی زندگی ما خدا خواهد دو کاملا راستنگی ثوابه. من سوره انشقاق خون استعیذ بالله کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. کرام الکاتبین میدانه اون کاری که شما میکنه میگن و شمال و چراغ و تو رد و تو تگور میدرمی هفته زمین میدرمی رکت دکتی آسمونه برای زینا میکنی کامل اسیان کش اسیان کن دنیاگی نیست لاخد انشاءالله او دلیل چکنی الله او دلیل میکنه. کدام وقت گناه تا او دلیل میکنه اگر ثواب زیاد شود گناه او دلیل میشه. اگر گناه زیاد شود ثواب او دلیل میشه. دو حالت یک خلاف اگر نامه هموشه به دستی راست میگیره بعضی بچه میگیره بعضی از قفص سینت میگیره. این ناموس شفشته به بدبخت دادن هم حیفه خیره که خیلت میکنن.
بیا کاری که الله راضی باشد. گر خدا شود نگه از بنده راضی و او یار است استقبال و ماضی. اگر کاری کنه که خدا راضی شود دو دنیا تو آباده. گر شود مولا از بنده آزار همه در دو عالم از تو بیزار. اگر خدا نشود که از ما بیزار شود ای ما بیزار شود همه در دو دنیا از ما بیزار میشن. کاری کنیم که الله راضی شود، کاری کنیم که انشاءالله پگه این دنیا دم و آخرت هم اجر مکافات داشته باشد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. پاک و پروردگار آنچه مسئله که ذکر کردیم خداوند اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام نور جایگیر بگردانی، همیشه برای راست برای صراط المستقیم هدایت نمایی، توفیق اطاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. خداوند محبت خودم، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم، محبت قرآن و محبت مساجد خداوند در دلهای مایان خداوند جایگیر بگردانی. همه قوم و جمعی که در اینجا دست برداشتن پروردگارا چه مقصد و چه آرزوها دارن، خواه دینی است و خواه دنیای خداوند با فضل و کرامت برآورده خیر بگردانیم. به خداوند و بیمار الاسلام خداوند شفای کامل، قدردان الاسلام خداوند خود نجاتی، به فرزند الاسلام و فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایید. به توفیق اسلام خداوند خودت برای راست برای صراط المستقیم خداوند هدایت نمایید. آنانی که در سفر هستند و نیتی کمک کردن دارن به خانه خودت پروردگار سفرهای با برار، صحت بودی سلامت با کیسه های پر با رویهای سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتن نشو الله نصیب بداری. سوداگرا را در سوداش، هنرمندا را در هنرش، کاسبا را در کسب و کارش، دهقانی‌ها که امروز وقتی غنوچین است خداوند در دهقانی‌هاش برکات عطا نمی، طالب علم را خداوند در علمش خداوند خودت برکات عطا خداوند در تمام دنیا تینجی آرامی خاطر جمعی یکدیگر فهمی صلح و امنیت و این بیماری که در تمام دنیا تشویش آورده است خداوند برآورده خیر بگردانی. و این عرفه استقلالیت است پروردگارا، استقلالیت به ما نعمت بسیار داد چه در دین چه در دنیا. خداوند تا قیامت پایدار بدار. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک.